برای پتر ساله که بریار هات بودن شلای وزارت ناوخوی حکمت هرم کردستان و تنسیق گل وزارت ناوخوی عراق فدرال و کنو ویسینگه پاسپورت آکری به تفکرن لی او کودان سر دور رابوری بشه و که گشتی یعنی العالم ویروس کرونا بو اگر هنده کو فتره که انقطاع چه بیتونو دا مدزگه نکار کنو هات نو چون نبون آواهی یک مترخان کرد که سر وزارت شاروانی و آواهی جیبنی ورو به خوشبختانه وزارت شاروانی سپاسی و دگل وزارت ناخو موافقت کرد یا راضی بون کرد که اوی آواهی هم ترخان که این بو آواهی نویسینگه ها پاسپورت آکری دست کار تمام کرد ناوی آواهی کرد چون که هیکل بو یبنی ورو بو کجمه که پاره بو ها تصرف کردن و برکا لجنه که تایبت اف آواهیه هاتا کوتای اینان و افریقای کفت کاری دا وکی آواهی ستاف جیه بوهات یا دابین کرنش لای وزارت ناخو و ستاف نویسینگه ها پاسپورتن آکره هنده کار تکنیکی ما با اوجی تیمکل بغدا هاتی سرپرشیوی کاری تکنیکی که چونکه نویسینگه هت پاسپورت همی قضا و همی پارزگاه ها گره داینه بعراق و بغدا و یعنی مرکزی سیستمی وانا نسبت ما تقریبا کار همی خلاص بوی یا ما یکو بریار وزارت جناب وزیر ناخو بریار بدتن که کنگی ده هت افتتاح کتون و یک کاری ده